7 از پردرآمدترین ورزشکارهای سال 2025. شماره هفتم لیست کریم بنزما قرار داره، در رشته فوتبالیست که تونسته 104 میلیون دلار رو به دست بیاره. شماره ششم لیست ما لبران جیمز، بسکتبالیست معروف آمریکایی که تونسته در سال 2025 133 میلیون و 800 هزار دلار به دست بیاره. شماره پنجم لیست ما لیونل مسی، یکی از بهترین فوتبالیست‌های تاریخ بشریت با درآمد 135 میلیون دلار. و شماره چهارم ما داک پرسکات، بازیکن فوتبال آمریکایی که تونسته با درآمد 137 میلیون دلار رتبه چهارم به دست بیاره. سه رتبه برتر. شماره سوم این لیست ما تایسون فیوری، بوکسور معروف انگلیسی که تونسته 146 میلیون دلار توی سال 2025 به دست بیاره. و شماره دوم این لیست ما استفن کری، بسکتبالیست معروف آمریکایی که تونسته 156 میلیون دلار رو توی سال 2025 به دست بیاره. و شماره اول و پولدارترین ورزشکار سال کریستیانو رونالدو با درآمد 275 میلیون دلاری خودش تونسته تبدیل بشه به پردرآمدترین ورزشکار سال 2025 و این پنجمین باری هستش که داره توی صدر پردرآمدترین ورزشکارهای جهان قرار میگیره. این بود از 7 از پردرآمدترین ورزشکارهای جهان. پس تا ویدئوی بعدی فعلا بدرود.